جفری اپستین چه کسی بود و جزیره را چگونه خرید؟ اصلا جفری اپستین را میشناسید؟ مطمئنم این روزا اسمش را زیاد شنیده اید، اما اصلا درباره‌اش چیزی میدانید؟ اگر میخواید درباره زندگی نامش که چیکار کرده، قضیه جزیره گناه چیه و امروزه چه حرفایی پشت سرش میزنند را بدانید، مثل همیشه تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. همینطور که میبینید جفری اپستین توی یکی از زندانهای نیویورک زندگی خودشو به پایان میرسونه. وقتی که حساب فورتنایتشو نگاه میکنن میبینن به طور عجیبی آنلاین شده و بعضی ها میگن که نه، جفری اپستین هنوز زنده است و اون که میگن مرده شایعه بوده و اون توی اسرائیل هستش. سلام بچه، خوش اومدی ویدیو دیگه. سینا جکسون هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه این ویدیو قراره یه فرد خیلی شیطانی رو بهتون معرفی کنم که کارهای خیلی بدی انجام داده، کارهای خیلی بدی وحشتناکی، که بریم براتون توضیح بدم که این شخص کی هستش و چه کارهایی انجام داده. برو بریم. جفری ادوارد اپستین در 20 ژانویه 1953 توی خانواده یهودی فقیر توی نیویورک به دنیا آمد. میگن که درس آنچنانی نخونده و هیچ دانشگاهی نرفته، ولی تونسته با یک باره موفق باشه و ثروت زیادی به دست آورده و تونسته با افرادی کله گنده ملاقات کنه. اما چطوری؟ بعد یک مدتی به عنوان یک معلم ریاضی به یک مدرسه میره کار کنه، اما بعضی دانش آموزای دختر درباره اون رفتارهای منحرفانه‌ای داشتن و آن را از مدرسه دالتون اخراج میکنند و اون تصمیم میگیره بره توی یک شرکت کلاهبرداری کنه تا اینکه موفق میشه و به ثروت زیادی میرسه، تا اینکه این جزیره را با مبلغ 8 میلیون دلار خریدش و اینها تصمیم میگیرن که یه جشن خیلی بزرگی توی اون جزیره داشته باشن و اپستین تصمیم میگیره که دخترهای زیادی توی این جشن دعوت کنه و آن دخترها دعوت اون را قبول کردند و به جزیره اون رفتند و بعضی از دخترها زیر سن قانونی هستند. آنها فکر میکردن فقط یک جشن ساده هستش و نمیدونستند که اپستین چه ذهن منحرفی داره و چه کارهای خیلی بدی رویشون انجام میده. You were 17 then? What is it that you were told you would have to do? Give you a massage. During the massage, did he, وقتی که پلیس از این قضیه خبردار میشه، اپستین رو به زندان میبره و بهش حبس ابد میده و اون توی زندون خودکشی میکنه. بچه ها، به نظر شما جفری اپستین مرده یا زنده است؟ به نظر من نمیدونم، خدای من زنده است یا مرده. شما اگر میدونید نظرتو تو کامنت ها به هم بگو. بچه تا این ویدیو دیگه، خدا حافظ.